پیش از آنی که صحبت آغاز کنیم میخواهم یک سخن ابن عباس را به شما تحلیل کنم. ابن عباس که این مفسر است، محدث است، خیلی عالم برجسته است و همنشین پیغمبر خداست. صحابه پیغمبر بودند. فرزند عباس میگویند، لکن اصل نامش عبدالله است. عبدالله فرزند عباس. در فضیلت ابن عباس در حدیث های صحیح بخاری می آید که خود ابن عباس یعنی عبدالله میگوید که روز پیغمبر خدا داخل خلاجا شدند، حاجت خانه در آمدند برای قضای حاجت. من بیرون حاجت خانه آب را تیار کردم برای طهارت کردن پیغمبر خدا. وقتی پیغمبر خدا میگد از حاجت خانه بر آمدند و آب طهارت دیدند، گفتند این آب را کی گرفت؟ در اطراف میگد صحابه ها بودند، گفتند این عبدالله ابن عباس بهر شما گرفت. پیغمبر خدا میگد دست برداشتن گفتند اللهم فقیه فی الدین. خدایا همین عبدالله ما را عالم حدیث و عالم فقه در اسلام بگردان. حضرت در حق همین عبدالله ابن عباس چنان دعای مبارک کردند و این دعای پیغمبر خدا اجابت رسید و عبدالله ابن عباس یکی از مفسرها و یکی از محدثای خیلی برجسته دوره پیغمبر خدا بودند. روز یک گروه مردم نزد همین عبدالله آمدند ابن عباس، گفتند ما خیر الایام و ما خیر الشهور و ما خیر الاعمال. ای عبدالله، ما از تو 3 سوال داریم و میخواهیم جواب او را از زبان شیرین شما بشنویم. گفتند مرحمت، چی سوال است؟ گفتند بهترین روز کدام روز است؟ بهترین ماه کدام ماه است؟ و بهترین عمل بنده کدام عمل است؟ ابن عباس جواب دادند خیر الایام یوم الجمعه و خیر الشهور شهر رمضان و خیر الاعمال الصلوات الخمس لوقتها. عبدالله ابن عباس چی گفتند؟ گفتند بهترین روز جمعه است، بهترین ماه رمضان است و بهترین عمل بنده در نزد خدا محبوب ترینش 5 وقت نماز انسان در وقتش ادا کند. این محبوب ترین عمل به سوی خداست. فماذا علی ذلك 3 ایام. بعد این جواب عبدالله ابن عباس 3 روز گذشت. این مردمی که سوال کرده بودند با یکی از دامادهای پیغمبر خدا حضرت علی رو پرو شدند. گفتند علی، ما از عبدالله ابن عباس 3 سوال کردیم و ما چنین جواب گفت و همین سوال را از تو باز پرسان میکنیم، چی میگویی؟ حضرت علی گفتند لو سئل العلماء والحکما. اگر شما تمام علما، تمام حکما و الفقها، تمام دانشمندها من المشرق الى المغرب، اگر شما از مشرق تا به مغرب تمام این دانشمندها را پرسان کنین، لما اجابوا بمثل ما اجاب به ابن عباس، مثل جواب ابن عباس شما نمیابید. بهترین جواب به شما خبر داده است. ولکن من میگویم، من به شما چنین جواب میگویم. ابن عباس گفتند
بهترین عمل 5 وقت نماز در وقتش ادا کردن از حق است، لکن من میگویم که خیر الاعمال ما یقبل الله تعالی منک. بهترین عمل حضرت علی گفتند همان عملی هست که خدا وی را از شما قبول کند، وی بهترین عمل است. اگر ما 5 وقت نماز ادا کنیم، اگر ما روزه مبارکه 1 ماه مکمل روزه گیریم، اگر شب تا به روز نماز خوانیم، مادام خدا قبولش نکند وی در کجا بهترین عمل می شود؟ حکایه هست که وقتی که ماه رمضان انجام یافت، تمام صحابه ها خرسند بودند، زیرا که روزی پاداش بود، روزی گرفتن خیر و احسان از جانب خدا بود. صحابه اینا درک داشتند، لکن علی گریه میکرد. گفتن علی امروز روز خرسندی است، روزی هست که خداوند در نامه اعمال ما پاداش نیکی می نویسد، چرا گریه میکنی؟ گفت من از روز خرسندی درک دارم، لکن این غم ما و دقت من و گریه من برای اون است که این 1 ماهی که من صائم الدهر، من صائم این 1 ماه بودم، شب دراز نماز میخواندم، آیا ای را خدا قبول کرد یا نکرد؟ من برای این غمگین بودم. ابن عباس گفتند بهترین ماه رمضان است، حق گفتند، لکن من میگویم خیر الشهور ما تطوب الی الله توبه نصوحه. بهترین ماه گفتن حضرت علی همان ماهی است که بنده در همان ماه توبه به سوی خدا میکند، بنده در همان ماه اصلاح می شود، بنده حقانی می شود. این بهترین ماه برای بنده. نمیگذارد که سین سال من که به پیری که رسید بعد بندگی خدا را میکنم. مگو ای تشنه فردا آب نوشم، مگو ای تشنه فردا آب نوشم، با پیری در راه طاعت بکوشم. با بوی پیری چندین نوجوانی برفت به توبه از این دار فانی. بسیاری آدم ها بیچاره فریب خوردند، در وسوسه شیطان افتیدند. پیر که شدیم عبادت خدا را میکنیم، حالی جوان هستیم جوانی میکنیم، لکن این وسوسه شیطان عجل ناگهان بالای آنها هجوم کرد و آنها را بی ایمان و بی توبه از دنیا برد. در دوام گفتند حضرت علی کسی بودند که پیغمبر خدا گفتند انا مدینه العلم و علی بابها، من شهر علم هستم، دروازه شهر حضرت علی هستم. گفتن حضرت ابن عباس گفتن بهترین روز جمعه هست. من چی میگویم؟ من میگویم که خیر الایام ما تخرج فیه من الدنیا الى الله تعالی مؤمنا بالله. بهترین روز حضرت علی گفتن همان روزی هست که بنده وقتی که از دنیا میگذرد ایمانی با خدا داشته باشد. این بهترین روز است گفتن. البته آخری همان منظره های حیات ما و شما تصور کنیم که چه حالت مشکل بالای ما و شما می آید، چه از بیماری، چه از لذت مرگ، چه از کندن جان. عزیزانی که از گریه نیاسود، همه اندوه و خوفی خاتمه بود. این عزیزای ما و شما برای چی اینقدر گریان بودند؟ چرا اینقدر لاغر بودند؟ چرا اینقدر ترسان بودند؟ زیرا از خاتمه می ترسیدند. خاتمه کار چگونه انجام یافته باشد؟ عزیزانی که از گریه نیاسود، همه اندوه خوفی خاتمه بود. ندانی که دمی آخر چه حال است؟ از این تازیر گورت 100 سوال است. تا وارد شدن این خانه آخرت مان صدها امتحان خدا باز بالای ما و شماست. از این امتحان میگذریم یا نه؟ این ایمانی که با ماست این سلامت میبریم یا نه؟ اینش
کسی نمیداند. ابوبکر وراقی را خدا رحمت کند میگد وقتی از دنیا گذشتند بسیار آدمی زاهد بودند، بسیار آدمی شب زنده دار بودند، بسیار عالم کلام بودند و بسیار شاگردهای زیاد تربیت کرده بودند. وقتی از دنیا گذشتند شب میگوید حضرت مولوی در معدن حالش این قصه را حکایت میکند. شب میگوید یکی از عزیزان خدا این ابوبکر وراقی را خواب دید. در خوابش دید که ابوبکر بسیار چهرهش زرد است و بسیار حالش خراب است. این عزیز خدا میگوید پرسان کردم ابوبکر، این ابوبکر داماد پیغمبر نیست، این ابوبکر وراقی است. ای ابوبکر چرا چهره تو زرد است؟ چرا اینقدر غمگین هستی؟ آخر تو در دنیا عالم بودی، تو در دنیا زاهد بودی، تو در دنیا اینقدر از خدا می ترسیدی. آیا عذاب قبر بالای تو هجوم کرد؟ حضرت ابوبکر وراقی گفتن نه، گفتن الحمدلله که من با مجردی که وارد قبر شدم قبر مرا خداوند به باغ از باغهای جنتش مبدل گردانید. من از نعمتهای خداوند هر روز استفاده میکنم، این چهره زرد من دیگر معنا دارد. حضرت مولوی اینه در نظم در آوردند. ابوبکر چی گفتند؟ حال ما و شما را دیده به ما و شما خبری دادند، خنده ما و شما را دیده، غفلت ما و شما را دیده، بی پروایی ما و شما را دیده. چی گفتند؟ ندارن یاد مرگ از عیش و مستی، ندارن یاد مرگ از عیش و مستی، همه غافل ز حق اشکم پرستی. به گورستان از آن روزی که خوابم، حضرت میگوید زمانی که من در گورستان مهمان شدم، شما ای بنده های اشکم پرور، ای بنده هایی که فقط عیش عشرت شما دوست می‌دارین، غم قبر و غم قیامت در فکر شما نیست، از روزی که از شبی که من در قبرستان مهمان هستم ندارن یاد مرگ از عیش و مستی، همه غافل ز حق اشکم پرستی. دل و جانشان اسیری مهر دنیا، نمی سازن یاد عشق مولا. به گورستان از آن روزی که خوابم، چونین در گریه و حال و تباهم، که هر مرده بیارن سوی گورستان، ندارد ده یکی او نور ایمان. ابوبکر وراقی گفتند این غم من، این چهره زرد من این است که هر کسی که همسایه من در اینجا می شود از ده یکش ایمان نمی آرد، به ایمان می آید. از خاتمه باید همه ما و شما ترسان باشید. بهترین روز ما همان روزی باشد که ما و شما ایمانی با خدا داشته باشیم و سفری به سوی خداوند داشته باشیم. این بهترین روز برای ما و شماست. عبدالرحمن جامی میگوید به سری گوری یکی رفتم و گفتم چونی. یکی از مسلکان من، یکی از رفیقان من از دنیا گذشت. من خواستم که از احوال وارد قبر او آگاه شوم و از او پرسان کردم. به سری گوری یکی رفتم و گفتم چونی، احوال چگونه است؟ گفت احوال چی پرسی که بیایی دانی. ای جامی گفت من چگونه این داخل قبر به تو وصف کنم؟ تا اگر انسان در این داخل قبر وارد نشود وای از احوال قبر درگار نمی شود.
این از سخن عبدالله ابن عباس.